سلام، من محمد واسوتی هم. قرار که توی سری مجموعه ویدیو ما مبحث OOP رو توضیح بدیم و سعی میکنم که خیلی کوتاه و مفید باشه، چون که الان فصل امتحانات هم هست، حتما همتون درگیرین. یکی از خوبیاش هم اینه که خب این ویدیو آفلاین هر موقع شما بخواید میتونید ببینید و اینکه با فوکوس بیشتری میتونید. حالا ما تو این مجموعه ویدیو میخوایم که راجع به حالا کلاس‌ها صحبت کنیم. مباحثی که صحبت میشه هم مباحث جزوه است و یه سری ادیشنال که اضافه هست، ولی این ویدیو به این معنا نیست که شما دیگه نباید جزوه رو بخونید. اون جزوه حتما تو امتحان میاد و شما باید یک دور دقیق خودتون بخونید. من سعی میکنم که همه مباحث رو بگم، ممکنه بعضیش از زیر دستم در بره، ولی همه‌شو ترجیحاً پوچش دادم و یه سری مباحث اضافه تر که واسه درک بهتره اون تایتلایی میشه که گفته شده. تو بقیه ویدیوها صورت من نری، صرفا اسکرینه و این ویدیو تو یوتیوب قرار داده شده. امیدوارم که راضی باشین، فیدبکشون بدین، اگه سوالی داشتین بگین که من باز جوابتون رو